الان تمام اشخاصی که تونستن از خودشون اثر جاودانه بگذارن کسایی بودن که از سطح اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستن. الان نویسنده‌های برتر، استادهای سخنرانی برتر، دکترهای موفق، توی هر رشته افراد برتر کسانی هستن که سطح اعتماد به نفس بالایی دارن. شما نمیتونید توی یک رشته یک شخص رو پیدا کنید به عنوان مثلا پروفسور فنی که این شخص سطح اعتماد به نفس پایینی داشته باشه. اگر این شخص سطح اعتماد به نفس پایینی داشت قطعاً به این جایی که الان داره و اون پستی که الان داره قطعاً نمیره. اما من میخوام به شما بگم که شما هر هدفی دارید، قصد دارید که نویسنده بشید. اگر هدفتون این هست که نویسنده بشید ولی سطح اعتماد به نفس پایینی دارید، جرأت این که بخواید دست به قلم بگیرید رو بنویسید رو ندارید. اگه بخواید دکترای رشته رو بگیرید، اگر سطح اعتماد به نفس خیلی پایینی داشته باشید، جرأت حضور در دوره کارشناسی رشته هم ندارید. اگر بخواید اختراعی رو ثبت کنید، اختراعی رو انجام بدید، اگر سطح اعتماد به نفس پایینی داشته باشید، جرأت این که بخواید گام بردارید و به اون حرکت کنید و اون مسیر رو طی کنید نخواهید داشت. چند نفر از شما واقعا دوست داره اون هدف اهدافی که مشخص کرده بهش برسه؟ اگر شما الان در نقطه صفر هستید و هدف نیست هدف شماست و اونجا نقطه صفر هست، شما باید واسه رسیدن به نقطه صفر 1 2 3 4 5 رو برید و 1 2 3 4 5 اهداف شما این هست که اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنید. اگر میخواید نویسنده بشی، اگر میخواید دکترا بگیری، اگر میخواید اختراعی رو ثبت کنید، اگر میخواید یک کار تازه‌ای رو توی دنیا انجام بدید، من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه هر کاری کنید اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنید. چون اگر اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنید، مسیر سرتاسری که دارید میرید توی راهش به یک شکست نه، به یک تجربه برخورد کنید، میتونید ولیده بلند بشید. اما اگر سطح اعتماد به نفس شما پایین باشه و میخواید، من نویسندگی رو مثال میدم، و میخواید نویسنده بشید، کتاب این نوشته هایی رو که دارید نشون یک نفر بدید، اگر اون بگه که خب این چرا پرتا چی نوشتید؟ هم نویسنده واقعا اصلا خودت رو گذاشتی نویسنده، این شکست نیست. ولی شما با وجود همین به خودتون میگید شکست کنید، با وجود اینکه این کلمه رو فقط شنیدید و این کلمه نمیتونسته قدرت داشته باشه، شما بهش قدرت دارید و این کلمه باعث میشه که شما متوقف بشید. استیو جابز توی سن 30 سالگی از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود، از شرکتی که از 2 نفر تبدیل شده بود به یک شرکت 4000 نفره، از شرکت خودش اخراجش کرد. اما این شخص میگه که اتفاقی که توی اپل رخ داد حتی ذره‌ای از عشقم بود نسبت به هدفم کم نکرد و بعد از اینکه این اتفاق براش رخ داد بلند شد در 2 شرکت دیگه رو هم تأسیس کرد. آیا اگر استیو جابز کسی بود که سطح اعتماد به نفسش پایین بود، میتونست استیو جابز الان هست بشه؟ البته اسمش نمیتونست. حالا یه چیز دیگه، توی کشور ما چقدر باهوش هست؟ همه دنیا دارن میگن که ایران کلی باهوش داره و حالا یک مسئله که پیش میاد توی کشور ما به خاطر اینکه ضعف اعتماد به نفس شدیدی وجود داره، واقعا شدیدی وجود داره، به نظر شما چه اختراعاتی کسب نمیشه، چه مدارکی که اخذ نمیشه، چه موفقیت‌هایی که به دست آورده نمیشه، چه پولایی که در نمیارن، فقط به خاطر اینکه ضعف اعتماد به نفس در اشخاص وجود داره. اجازه بدید 2 تا کشور رو با هم مقایسه کنیم. کشور اول رو کشوری بدونیم که کلی سرمایه ملی داره، نفت، گاز و هر چیز دیگه، و کشور دوم
کشور اول کلی سرمایه ملی داره، در بهترین شرایط محیطی هست، اما کشور دوم کشوری است که هیچ سرمایه ملی نداره. این کشور حتی خاک هم نداره. این کشور در منطقه زلزله‌خیزی هست، اما افرادی که جامعه این کشور رو تشکیل میدن افرادی هستن که سطح اعتماد به نفس بالایی دارن. حالا شما فکر میکنید کدوم یکی از این دو کشورها میتونه توی اقتصاد موفق‌تر باشه؟ ژاپن. درسته؟ نه، حالا کسی هست که فکر کنه که اعتماد به نفس. آره، حالا کسی هست که فکر کنه که کشور اول از نظر آگاهی فکر کنم آقای بخشیده کشور اول باید برنده باشه. خب الان یه چیزی بگم. گفتن دوستان ژاپن. درسته، ژاپن. ببینید ژاپن الان هیچ سرمایه ملی نداره. این کشور خاک نداره. این کشور در منطقه زلزله‌خیزی هست. اما اقتصاد این کشور رو میتونید با کشورهای زیادی مقایسه کنید و ببینید علت اینکه این کشور سطح اقتصادش این همه بالاست چیه؟ چرا ژاپن تنها از راه انیمیشن داره 6 برابر پولی رو در میاره که یک کشور نفتی از راه فروش نفت به دست میاره؟ علتش چیه؟ اونها باهوش دارن. خب ما من خیلی بیشتر از اونها باهوش داریم. یک مسئله ای که هست این هست که ما باید خودمون رو باور کنیم. من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه هر هدفی رو دارید، قبل از اینکه بخواید شروع کنید بهش برسید، خودتون رو دوست داشته باشید. اگر میخواید وزیر بشید، هدفت این هست که وزیر بشید، وزیری که سطح اعتماد به نفس پایینی داره وزیر نیست. همیشه وزیرهای برتر کسانی هستند که سطح اعتماد به نفس بالایی دارن. مثالش هم باز توی ایران هست. آقای ظریف. این رو شما میتونید سطح اعتماد به نفسش رو بسنجید و حالا شهرتش و کارهایی که کرده آقای ظریف بیشتر از وزیرهای دیگه توی بیت هست. تنها علتش فکر می‌کنید چیه؟ چرا بازیگرهای برتر، بازیگرهایی که جزء 20% بازیگرها هستن، یعنی جزء بازیگرهای برتر دنیا هستن، فرقشون با بازیگرهای بقیه چیه؟ با بقیه بازیگرها چیه؟ این فکر کردید؟ اعتماد به نفس. حالا هدف شما چیه؟ هدفتون پیش خودتون باشه. چقدر دوست دارید بهش برسید؟ و فکر می‌کنید برای اینکه به هدفتون برسید باید چه کارایی بکنید؟ من پیشنهاد می‌کنم سطح اعتماد به نفستون رو قوی کنید. چون زمانی که شما سطح اعتماد به نفستون رو قوی کنید، پایه‌های موفقیتتون رو محکم‌تر می‌سازید. اعتماد به نفس پایه همه موفقیت‌ها هست. اساس اعتماد به نفس دوست داشتن خود هست. دوست داشتن خود هم از ارزش قائل بودن برای خودمون شروع میشه. چقدر ما خودمون رو دوست داریم؟ دو برج رو در نظر بگیرید. این رو فکر می‌کنم مثالش رو از من شنیدید ولی بعد نیست دو برج رو در نظر بگیرید. برج اول برجی است که پایه‌های اون برج رو ضعیف ساختن ولی طبقاتی که بالا میره رو فوق‌العاده عالی ساختن. و برج دوم برجی رو در نظر بگیرید که از پایه روی این برج عالی کار شده. طبقات این برج فوق‌العاده روش کار شده. باز هم میدونم جواب رو میدونید ولی میخوام بگید که فکر میکنید کدوم برج ها در مقابل بادها، سیل‌ها، طوفان‌ها، زلزله‌ها مقاوم‌تره؟ برج دوم. کدوم؟ پایه‌اش تعمیر داره. پایه‌اش 11 سپتامبر 2002 زمانی که دو هواپیما با دو برج دومی توی آمریکا برخورد کرد، این برج‌ها برای ساخته نشده بودن که هواپیما بهشون برخورد کنه. اما زمانی که هواپیما با این دو برج برخورد میکنه، از زمان برخورد تا زمان تخریب 25 دقیقه طول میکشه. توی این 25 دقیقه جون 12,000 نفر رو نجات پیدا میکنه. و حالا شما